رئیست تفتیشات شهر مسکو روز 5 اپریل سال 2023 از بازداشت 5 جوان زاده آسیای میانه سالهای تولدشان 2002، 2004، 2006 و 2007 با اتهام افباشی گروهی با مصلحت پیشکی خبر داد. به آنها بر اساس قسم دوم ماده 213 کودش جنایتی روسیه تا 7 سال زندان تهدید میکند. هرچند رئیست تفتیشات شهر مسکو در اطلاعیش دستگیر شدگان را تنها زادگان آسیای میانه نام برده است. نشریه رسمی کمیرساند روز 5 اپریل با تکیه به منابع خود خبر داد که همه آنها بلاگرهای جنگ طلب از تاجیکستان بوده. اخیراً سرکرده این گروه با نام طالب محمد نبیف نیز بازداشت شده است. خود دستگیر شدگان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه رئیست تفتیشات پایتخت روسیه در طول سالهای 2022-2023 زادگان آسیای میانه در شهر مسکو در هیئت گروهی متشکلانه جنایتی عمل کرده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران میکردند و با مقصد خود را به اطرافیان مقابل گذاشتن و نمایش مناسبت بی احترامانه به اطرافیان، یعنی از اسیات افباشی به یگان اساس مردم را با دست و پا لطکوب میکردند. این عملهای غیر قانونی خود را اعضای این گروه متشکل در ویدیو ثبت و در شبکه‌های اجتماعی پهن کرده با این به دایره نامحدود مردم موردهای دغلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی را به نمایش میگذاشتند که این بیانگر بی احترامی آشکارا نسبت به جامعه است. تفتیشات میگوید اعضای این گروه جنایی عملهای خود را از پیش نقشه کشیدن نابالغان را نیز برای اشتراک در این جنایت‌ها جلب کردند. بنا به فرضیه تفتیشات این بلاگر را در یگان مکان جمعیتی در حدود شهر مسکو یگان نفر را انتخاب کرده با بهانه با وی وارد مناقشه می‌شدند و با استفاده از برتری جسمانی و شمارهشان به شهروندان حمله آورده نسبت به آنها زورآوری جسمانی و به آنها عذاب جسمانی و معنوی می‌رسانیدند. منابع کمیرساند در رئیست تفتیشات شهر مسکو گفتند وقت‌های آخر درباره موردهای افزاینده حمله‌های بسبب زادگان آسیای میانه به شهروندان در فروشگاه‌های پایتخت روسیه خبرها می‌رسید و شاهدان و قربانیان این حمله‌ها همه به یک آواز می‌گفتند که حملگران هر عمل را حتما به نوار می‌گرفتند. 5 عضو این دسته را در اول ماه فوریه سال 2023 در پی یک چنین حمله در یک سوپرمارکت در شوروی ورشافسکای دستگیر و بر اساس ماده 213 کودش جنایتی روسیه به افباشی متهم کردند، ولی دادگاه نهایی چرتان و درخواست حبس آنها را به دلیل جدی نبودن اعمال جنایتشان رد کرد. دادگاه تنها برخی عملها از جمله استفاده از اینترنت را برای اعضای این دسته منع کرد. اما می نویسد کمیرساند این بلاگرها بعد آزاد شدنشان باز هم به نشر ویدیوی حمله‌های خود در اینترنت ادامه داده همچنین خودصدایی کردند که مقامات حفظ حقوق روسیه تمام تلاش را برای حبس آنها کردند، ولی از دستشان چیزی نآمد. در نهایت بنا به معلومات کمیرساند در اول ماه اپریل طلا محمد نبیف را در محل ثبت نامش در شهر خیمکی در کنار مسکو دستگیر کردند و دادگاه نهایی پرسنایب باید به زودی در مورد چاره پیشگیری نسبت به این سرکرده گروه بلاگرهای جنگ طلب از تاجیکستان قرار برآورد.